أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعین. سلام عرض میکنم خدمت دوستای نهایت گرامی. انشالله که لباس عافیت به تن داشته باشیم. خداوند متعال بسیار سپاسگزاریم بابت حیات دوباره‌ای که بر ما عطا کرد، بابت توفیقی که ما عطا کرد که در خدمت شما قرار بگیریم با یک مبحث جدید، با یک ویدیوی جدید. این ویدیو هم به سلسله ویدیوهای قبلی که خدمت دوستای ارائه میشه از کتاب گرانبهای کیمیای سعادت. این ویدیو هم همچنین در مورد سخاوت و صدقه دادن که خدمت دوستای ارائه میشه، انشاءالله مورد استفاده قرار بگیره. یک داستان در این ویدیو انشاءالله خدمت دوستای ارائه میکنم که از کتاب کیمیای سعادت. اینه که وقتی که خداوند متعال زمین رو خلق میکنه، زمین آرام نیه، زمین در گردشه. به خاطر اینکه زمین آرام بشه خداوند متعال سخت‌ترین چیز که کوههای خلق میکنه. میگن از کوهها سخت‌تر، یعنی چیز سخت‌تری هم وجود داره. میگن بله، از کوهها سخت‌تر آهنه که در کوهها وجود داره، یا میتونه که کوه از بین ببره و میتونه کوه برش بده. میگم آیا از کوه هم، از آهن هم چیز سخت‌تری وجود داره؟ میگم بله، از آهن سخت‌تر آتشه که آتش میتونه آهن رو ذوب بکنه. خب میگن که از آتش هم چیز سخت‌تر وجود داره. این ملائکه، این فرشته ها پرسان میکنن از خداوند متعال. خداوند متعال میفرماید که بله، از آتش هم چیزی سخت‌تر وجود داره که او آب که آتش رو از بین میبره. باز میگم آیا از آتش، از آبم که آتش را از بین میبره چیزی سخت‌تر وجود؟ بله، میگم او باده که آب را از بین میبره. آیا میگم از بادم چیزی سخت‌تری وجود داره یا چیزی سخت‌تری خدایا هسته که تو آفریده باشی؟ خداوند متعال میفرماید بله، از بادم سخت‌تر آدمیه یا انسانه که آفریدم، که از همه سخت‌تره، در صورتی که او صدقه کنه، که طوری صدقه کنه که دست، مثل ای که چیزی که میده به دست راست رو میده، دست چپ به خبر نمیشه. این آدم یا این کسی که این قسم صدقه میکنه که به دست راست میده دست چپ از خبر نمیشه، این آدم کسیه یا این انسان سخت‌ترین موجودی که ما در این دنیا خلق کردیم یا آفریدیم. خب یک داستانی بود که در کتاب کیمیای سعادت بود، خواستم که ایرم خدمت دوستای ارائه کنم، انشاءالله که مورد استفاده و مفید قرار واقع شده باشه و از این بتونیم این درس بگیریم که صدقه دادن و صدقه جاریه واقعا یک چیز مهمیه. وی برداشت اشتباهی که ما اگر چیزی بدیم از داشته های ما یا از دارایی ما کم میشه. نه، انشالله کم نمیشه، بلکه که به مراتب زیادتر میشه. و این وسواسه و همون ترس و دغدغه شیطانه که در ذهن انسان ایجاد میکنه که اگر بدی کم میشه، نه بلکه که اضافه میشه. حتی میگن که 700 برابر اضافه میشه و در روایت هم هستی که او که خداوند متعال هر چی باز بخواد اضافه میکنه، منتها 700 برابر از او حتمیه و باز خداوند متعال هر چی اخلاص یعنی بیشتر باشه، اما پاداش روز هم بیشتره. انشالله که مورد استفاده قرار گرفته باشه و این ویدیو رو هم انشالله اگر اشتراک بذاریم خیلی لطف میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.